وارد شدیم نوشته بیایید وارد سیستم شوید. این چه طرز صحبته؟ ولی خب دیگه. سلام دوستای گل، به این ویدیو خوش اومدید. امیدوارم که مثل همیشه عالی و سرحال باشین. همونطور که میدونین توی ویدیو قبلی این طرف اگر باشه در مورد ردستون ها صحبت کردیم و گفتیم که حالا چی هستن و چیکار میکنن و هر نوع دستگاهی که بخواید توی ماینکرافت ساختیم باهاشون و موضوع ردستون و دستگاه های ماینکرافت رو کامل براتون بستیم. توی این ویدیو قراره یه کار دیگه بکنیم. قراره که قضیه آنلاین بازی کردن ماینکرافت رو کامل بهتون توضیح بدیم که حالا با دوستانتون بازی کنین، سرور بسازین، وارد سرورهای مختلف بشین و حالا اکانت مایکروسافت بسازین و ازش استفاده کنین. خلاصه که ویدیو خیلی خوبیه. سابسکرایب رو بزنین و اگر تا آخر این ویدیو رو ندیدین دیگه با من حرف نزنین، چون این ویدیو واقعا ویدیوی خفنیه و واسه زحمت کشیده شده. تا آخر این ویدیو رو از دست ندید. خب برگشتیم. قبل از هر چیزی به اینو بهتون بگم که برای این کارهایی که امروز قرار انجام بدیم شما نیاز به فیلتر شکن دارین. یعنی از اون جایی که حالا ماینکرافت به دلایل مختلف توی ایران جوابگو نیست، باید فیلتر شکنتون رو روشن کنید و بعد وارد ماینکرافت بشین که اکانت بسازیم و آنلاین بازی کنیم. خلاصه که یه فیلتر شکن روشن کنید، پروکسی، وی پی ان، هر چی دم دستتون هست. وقتی که روشن کردین وارد ماینکرافت بشین که حالا ماینکرافت 3-4 ساعت طول میکشه باز بشه. یه کات میزنیم ویدیو رو. 2000 years later. خب وارد ماینکرافت که شدین، اولین کاری که میکنین روی این سیگن آین نمیدونم، روی این میزنین و یه دونه اکانت مایکروسافت میسازین قبل از اینکه وارد بازی بشین. که حالا من میزنم روش و من به خاطر شما اکانت نساختم که الان با هم دیگه بسازیم و ببینین چه اتفاقی میفته. که الحمدلله اینترنت هم خیلی سریعه و خیلی سریع میتونیم این موضوع رو ببندیم. وارد شدیم نوشته بیایید وارد سیستم شوید. این چه طرز صحبته؟ ولی خب دیگه. ورود به سیستم رو میزنین و دوباره یه کات میریم. خب وقتی ورود به سیستم رو زدین اینجا بهتون میگه که اگر ایمیلی، تلفنی، چیزی دارین و قبلا اکانت مایکروسافت داشتین اینجا واردش کنین. اگر هم ندارین اون پایین نوشته حساب ندارید یکی بسازید. میزنین و یکی میسازید که دوباره باید صبر کنیم. خب ایجاد حساب الان وقتشه که چشاتون رو ببندید. من ایمیلم رو بزنم. ایمیل رو که نوشتیم بعدی رو میزنین. بعد میگه یه رمز عبور وارد کنین که حالا رمز عبورتون رو میزنین. اینجا چی نوشتیم کنین؟ دوباره دیگه این دفعه واقعا چشاتون رو ببندین. رمز رو که زدین ورود رو میزنین. وقتی که رمز عبور رو زدین بعدش ازتون میخواد که حالا یه دونه اسم انتخاب کنین که حالا مثل اینستاگرام خودمون. بعد از اینکه اسمو دادین یه دونه پروفایل هم انتخاب میکنین که حالا خودش پیش‌فرض خیلی داره، از اونها استفاده میکنین و اکانت مایکروسافت شما ایجاد میشه. خب بعد از همه این کارها یه صفحه اینجوری میاد و حالا دیگه پروفایلتون و اسمتون و همه چیز یاسین کماندو هستم و بیاید شروع کن رو میزنید و حالا دوباره وارد ماینکرافت میشین و این دفعه دیگه اکانتتون وارد ماینکرافت شده. بعد از اینکه این کارو کردین شما میرین و یه اسکین انتخاب میکنین که من همینطور که میبینین یه اسکین الکی انتخاب کردم. روی حالا اون پایین زیر عکسی که کنارش هست میزنین، یعنی اینجا نوشته چی؟ درسینگ روم، و وقتی روی اون زدین این پایین رو میزنین که حالا این یکی رو من انتخاب کردم. میریم روی این یکی و خب اینجا ادیت رو میزنین. حالا دیگه یه تغییرای ایجاد میکنین که بعداً بتونین ازش استفاده کنین و براتون مشکل ایجاد نکنه. حالا مثلا من ریشش رو برمیدارم یا مثلا میتونین لباسش رو عوض کنین. حالا اینا دیگه خیلیاش خریدنیه، خیلیاش رایگانه دیگه. خودتون باید ببینین کدومشون رایگانه و استفاده کنین. یا مثلا چشمشو آبی میکنیم را مثلا یه لباس هم عوض کنیم که دیگه یه تغییر، حالا یه کم تغییر داشته باشه. البته خیلی هم هستن که اسکین دارن یا میتونن بخرن یا مثلا یه جوری میتونن اضافه کنن. اون کار هم میتونین انجام بدین از طریق حالا مودهای مختلف. ولی اگر نتونستین اینجوری یه تغییر کوچیک بدین و خب مثل همیشه پلی بتا رو بزنین. وقتی که وارد شدین اینجا با 3 قسمت مواجه میشین. یه قسمت اولو قطعا خیلیاتون میدونین چیه دیگه. شما میتونین مپ بسازین و ازش استفاده کنین به صورت تکی. قسمت دوم جاییه که میتونین با دوستاتون بازی کنین، کسایی که خودتون انتخاب میکنین بگین و بیان وارد اکانتتون بشن و با شما توی یه مپ بازی کنن. حالا دیگه یه مپ رو چندین نفر با هم بسازین. یا و در این آخر هم میتونین وارد سرورها بشین که حالا مسابقات مختلف، بازی‌های مختلفه که به صورت آنلاین برگزار میشه و هر سرور هم مال یک کشوره
که قبل از اینکه بیام سراغ سرورها بریم و اون بازی با دوستان رو بهتون یاد بدیم چطوریه و بعد بریم سراغ اون. وقتی که بخوایم با دوستاتون بازی کنین شما باید روی اد فرندز بزنین و اینجا اسم دوستتون رو بنویسین که حالا کیه این دوستی که میخوایم باش بازی کنین و اسمش رو اینجا بنویسین. اسمی که اونجا توی مایکروسافت انتخاب کردین، مثلا من یاسین کماندو هستم، اسمی که اینجا نوشتین به عنوان دوست اینجا اضافه میشه. وقتی که اضافه شد میرین و اینجا یه دونه سرزمین میسازین. مثل همیشه خب دیگه حالا تنظیماتش هر جور دوستانی میسازین. یه اسم حتما باید بنویسین و اینجا رو حتما فعال کنین. اینجا گفته که بهتون مختصات داده بشه، خیلی به درد میخوره وقتی که چند نفر با هم بازی میکنین. مختصات همدیگه رو بدونین، به همدیگه رو گم نکنین. و اینجا هم که دیگه مولتی پلیر باید فعال باشه که خدا رو شکر فعاله. و وقتی اینو فعال کنین یه پیام میره واسه دوستاتون که اونجا توی ادفرن اضافه کردین و وقتی وارد مپ بشین اونا هم میتونن بیان توی مپ و کنار هم دیگه بازی کنین. خلاصه حالا دیگه این مپ رو میسازین و اینجا وارد براتون اضافه میشه و با دوستاتون بازی میکنین. ولی اصل قضیه این وره که میتونین وارد سرورها بشین. متاسفانه حالا توی کشور ما به علت تحریم ها، کوفت، زهرمار و نت ضعیف و اینجور چیزها، همطور که میبینین این علامتی که میاره حالا مثلا اینجا میبینین میگه که نمیتونین وارد به سرور بشین، که خب حالا بعضی موقع میشه بعضی موقع نمیشه. به علت خب حالا همونجور که گفتم به دلایل مختلف نمیتونین وارد بشین. و این کار باید سرورهای بهتری اضافه کنین، سرورهایی که بهتر میتونین توشون وارد بشین و ازشون استفاده کنین. که توی دیسکریپشن براتون چند تا سرور نوشتم که حالا خودم تستشون کردم. بهترین ها همین سروری هم که الان میخوایم اضافه کنیم. اون پایین براتون آدرسشون نوشتم و شما روی اد سرور میزنین. وقتی که اد رو زدین اینجا اسم مینویسین، حالا هر اسمی دوست دارین. نه دیگه اینقدر چرندم، حالا یاسین مثلا، حالا هر اسمی دوست داشتین مینویسین. این پایین آدرس سرورهایی که اون پایین گذاشتم توی دیسکریپشن رو مینویسین یکیشونو، که حالا من مثلا play.brlns.net که خب این آدرس رو میزنین. به یه بار دیگه بخونیم play.brlns.net و این پایین هم پورت رو کاری باش ندارین دیگه، نمین اضافهش کنین، شماره تلفن بنویسین، سیو رو بزنین و اینجا براتون سیو میشه. باید صبر کنین تا زیرش نوشته زیرش رنگی بشه که الان رنگی شد و میتونین کامل ببینین و واردش بشین. و اینجا جوین سرور رو میزنین و خب موقع وارد شدن هم اکثرا اینو مینویسه که متاسفانه به خاطر نت ضعیفه و باید چند بار امتحان کنین نتتون یه جای قوی باشه. و خب با به سبکای مختلف دیگه حالا باید یه کاری بکنین و واردش بشین دیگه. این به عهده خودتون. من خودم هم خیلی این مشکل رو دارم، چندین بار میزنم روی اون تا وارد میشه بالاخره. و خب وقتی که وارد شدین همینطور ساب میکنیم و یکم که ساب کردیم براتون باز میشه مپ و همینطور میتونین دور اطرافتون رو ببینین که چه شکلیه. و خب این اطراف هم یه چند تا حجی وایستادن اینجاها و کارهای مختلف انجام میدن که اونا دیگه هر کدوم یه کاری انجام میدن، به عهده خودتون کشف کردن و کشف کردن کاراشون به عهده خودتون، چون خیلی زیادن نمیتونم بهتون بگم. میتونین از گوگل ترنسلیت استفاده کنین و ببینین چی میگن اینا. و در نهایت هم دیگه حالا وارد یه اتفاق حالا قشنگ یه مسابقه چیزی میشین و میتونین مسابقه بدین، کارهای مختلف انجام بدین و بازی کنین و ازش استفاده کنین. و خب ممنون از اینکه تا اینجای ویدیو با ما بودین و همراه بودین و امیدوارم که مشکلتون حل شده باشه. و اگر دوست داشتین ویدیوهای دیگه ما رو هم در زمینه ماینکرافت ببینین، در زمینه GTA، در زمینه‌های مختلف هم ویدیوهای مختلفی داریم، اونا رو هم میتونین ببینین و ازش لذت ببرین. و تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.